شما استاد گرامی آموزگار مهریار مهرآفرین. امیدوارم که خوب و خوشحال باشید. سپاسگزارم. درود بر شما کیخسرو جوان، در پیشگاه شما هستیم دوست عزیز، بفرمایید. بسیار خوب استاد گرامی، یادتان باشد در گفتگوی گذشته‌مان شما که در مورد تاجیکستان گهواره فرهنگ و زبانی در آخر پرسش دیگرمان این بود که یک چند سال پیش یک آفریده، یک چاپنامه آفریده بود با نام خط سیریلیک و خط‌ها. بله برداشتن از خط سیریلیک و خط فارسی بود یا به قول معروفی فارسی بود. و شما چی نظر؟ بله کیخسرو گرامی، بله همینه که بله میفرمایید. بسیارم اون جنجال برانگیز بود از بسیاری از دوستانو که به هر حال بله چند سال پیش من اینو سروده بودم و گفته بودم. هنوزم بر این باورم که خط کیریلیکی که در تاجیکستان هست، این خط اگر برگردانده بشه، بسیاری میگن باید برگرده به فارسی. من یه پرسشی دارم. میدونی مهرآفرینی، راستی، حشا، من در تمام زندگیم سرفراز هستم، خوشنود هستم، چون از گذشتم شرم و عار و ننگ ندارم. همیشه کلک من برای راستی و برای درستی فرسوده شده. تا خون قلم به زر ندادم، تبعیدی این لجاجتم من. گفتم هنرم به زر فروشم، دیدم به حراج عفتم من. به هر روی من نکته رو میخوام به شما بگم و به بینندگان گرانمایه، به مردان گرانسایه و زنان فرازمند تاجیکیان، فارسی زبانها، حالا دری زبانها، هر کدوم در سراسر گیتی. و اون اینه که چه دغدغه‌ای هست، چه گرفتاری هست که ما تنها گرفتاری ما برگردوندن خط کیریلیک به فارسی. شما ببین روی برگه ها و صحیفه ها نوشتن که پارسی رو پاس بداریم، اما زادگاه پیر پارسی فردوسی بزرگ را با ت طویله عرب می نویسن، توس را با ت طویله عرب. کسایی که فارسی خط رو میدونن من میدونم من چی میگم. تحمورس را با ت طویله عرب می نویسن. کیومرز را که پدر مشیا و مشیانه در فرهنگ و در تاریخچه آریایی هست، اونو با سه نقطه عرب می نویسن. ببین این پارسی را میگن ولی اینا فارسی گپ میزنن. آیا الان اگر مشکل خط بود در جمهوری اسلامی ایران و در جمهوری اسلامی افغانستان، این دو تا کشوری که بیشتر فارسی، اینا خطشون خط فارسی هست، کیریلیک نیست. آیا اینها 1000م سرزمین تاجیکستان برای فرهنگ نیاگان گام برداشتن؟ نه. ما میبینیم که این مردم فرهمند تاجیکستان، دولت جوان و دولت با فرهنگ تاجیکستان، دولت دوست مدار و صلحجوی تاجیکستان، در همین زمان کوتاه، من اینی که دارم میگم با سرافرازی میگم، در همین زمان کوتاه با همه گرفتاری ها، با همه کمبودهای اقتصادی، بسیاری از مهنتی ها و کارگرانی که میرن برای کار در روسیه و در گوشه های جهان و نسبت به گازهای مزار شریف و نفتهای خوزستان ایران بسیار بسیار کم بغلتر هستن، این ملت هزاران بار بیشتر فرهنگ سازی کردن. این مردم هنگامی که نوروز رو برگزار میکنند، به نظر من این تداعی کردن و پیوند ما با نیاگان ماست. هنگامی که من برنامه‌های نوروز رو میبینم، من در زمان جمشید هستم، در زمان کیخسرو هستم، در زمان نوشیروان هستم. هنگامی که این مردم رختهای شاد را میپوشند، من هیچ وقت احساس نمی کنم که تازیان مورد تجاوز قرار گرفتیم. هیچ وقت احساس نمی کنم که ما نافرهنگی عذاب و خدازاری و گریه کردن و تو سر خود زدن و غم و خنجر به خود زدن داریم. هنگامی که ما لبخندها بر لبان اینها، هنگامی که هنرمندان اینها گرامی می‌دارند، هنگامی که این همه جنگ دارند،
من یک سخنی رو گفتم و خواهش میکنم این رو بپردازید. تاجیکستان سرزمین جنگ هست. ما در فرهنگ مهرآفرینی نیاگانمون یک جنگ داریم، یک جنگ داریم. جنگ اینیه که در روی صحیفه های مختلف یکی تفنگی نشان میدند و یا شمشیری و یا رزم و بکش و کشتش افتخاراتی از خونریزی. نیاگان ما که مهرپرور بودند، فرهنگ مهرآفرینی در تاجیکستان، اینها جنگ دارند، اینها قلم دارند، اینها رقص دارند، اینها آواز دارند، اینها بربط دارند. اینها همه مردم را در نوروز میخوانند. فلسفه نوروز را نوآوری، نوباوگی و دوستی و یکپارچگی بشریت میدانند. اینها رو چشمای خرد میبینه. با همین خط کرلیک ما میبینیم که این مردم فرهمند چه کارهای بزرگی انجام دادند. ولی چرا مهرآفرین؟ مهرآفرینی که خودش پارسی پوره ناب میزنه، که اصلا گپ میزنه و این کارو کرده، چرا نمیخواد که خط فارسی نوشته بشه؟ برای اینکه به شما گفتم این شما کتاب های آقای صفا هم ببینید، دکتر صفا هم ببینید، پر غلط غلوطه. ما تمام آموزش پرورش ما باید الک بشه، باید قلبار بشه، باید پالوده بشه. اگر روزی تاجیکستان خواست به خط پوره تاجیکی بنویسه، مهرآفرین این کارو کرده. من هنوز اینو روی هیچ صحیفه‌ای ارائه ندادم. من خط پوره تاجیکی رو دارم که مردم تاجیک فرزند اون بیان خط پوره خودشونو ادامه بدن، نه اینی که خطی که وارد بشه که در دولتی و غیر دولتیش 85 تا 90% بیگانه پروری و غلام پروری هست. شما نامه هایی که الان زیایی هایی که در ایران هستن بسیار بسیار فخر میفروشن که ما خیلی ادیب هستیم، پای نامه‌اش می‌نویسه که استدعا دارم اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. یک فرمایی رو به لجن کشیدن و این همه عربی غلط بلغور کردن. من عربی رو میدونم، پایه زبان عربی رو. اگر اینو گپ بزنن با عرب نمیفهمه چی میگه، با ترک گپ بزنن نمیفهمه چی میگه. یک چیز من درآوردی هست و به اون میگن پارسی، ولی این دروغه. تاجیکستان اگر خواست برگرده، چه حالا چه زمانی که در زندگی ما نباشه، من این کار رو برای تاجیکستان کردم که خط پوره خودش، دبیره پوره تاجیکی گپ بزنه که هیچ نیازی به این نباشد که به بهانه، باز میگم اینجا چیزی که برای من خیلی ها دوست ندارن این گپ رو بزنم، ولی مهراسی به بهانه اینی که دبیره تاجیکستان را، خط تاجیکی، خط کرلیک را به پارسی برگردوندن، به دروغ خط کرلیک را به فارسی غلط غلوط برمیگردوندن و اندیشه های تاجیک ستیز طلاب و طالب و وارد خون و مغز نوجوانان تاجیکی میکنن. از این رو به هیچ روی من سزاوار و سازوار و موافق با این نیستم تا اینی که تاجیک روزی برگرده خط پوره خودشو، همون گونه که امروز جشنها را دارن پرچمدار اون هستن. تاجیکستان پرچمدار آریایی ها هست. حالا با همه گرفتاری هایی که ما و شما میدونیم یا نمیدونیم، همون گونه که اگر کسی بخواهد که به گذشتش سری بزنه، من بی خود نمیگم که تاجیکستان گاهوار زبان فارسی است، اما این رو هم بگویم که نیاز داره که بیشتر کار بشه، بیشتر همکاری بشه با این مردم و این سرزمین گرانسایه. امیدوارم که دوست گرانمایه شما پاسختون رو گرفته باشید. بسیار خوب است دوستای گرامی، آموزگار مهرآفرین آموزنده و راستی و خیلی سخن‌هایی که واقعا هم گفته‌ها یا آموزه‌هایی که ما کمی در کم و گویم که از این پیشتر نخوردیم. برای که من فرزند پوره تاجیکستانم، من فرزند پیور اون سرزمینم، من پر از اون سرزمینم، آن نیایش‌سوی دل.
به راستی همینه که خسرو گرامی، شما پرسش سومتون که زبان پارسی هست و چرا پارسی و تاجیکی، و باز ما به برنامه دیگر اینو ادامه میدیم و همکنون اگر شما موافق باشین خداحافظی کنیم، با بدرود بگیم با شنوندگان و بینندگان و پرسش شما رو در برنامه دیگه انجام بدیم. میلش سپاس بر شما و سپاس بر بینندگان گرانمایه. اگر پیشنهادی از ما دارید، اگر چنانچه کمبودی در گفتار ما هست و دانشی بیشتر دارید، بگویید. من همیشه دانش آموز هستم و همیشه مهرجو. تا گفتمان دیگر شما را به عشق میسپارم. خداوند نگهبانتان باد.